در برنامه اخباری آزادی از حوادث تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام دوستان مهربان، امروز 11 اکتبر است و این گزارش ها را داریم. جنگی که میلیون ها نفر را در سراسر جهان نگران کرده است. نظرها از تاجیکستان به نزاع در خاورمیانه. هم اسرائیلی هم فلسطینی تندرو شدند. در حالی که مقامات توجیک از اجرای نصف نقشه دعوت تیرماهی به خدمت خبر می‌دهند، شکایت از سرباز شکار و یا ابله زیاد شده است. نکم از 1000 مراجعات در یک سال می‌گیریم. شناسایی ما با طریق تلفنی، آنلاینی یا اینکه به آفیس ما تشریف می‌آورند. و یک جوان دختر توجیک به همسالانش مشورت می‌دهد که تقدیرشان را با دستان خودشان بسازند. رهبران ترکیه و روسیه روز سه‌شنبه درباره جنگ نو میان حماس و اسرائیل تلفنی گفتگو کردند. در اظهارات کرمل از افزایش فلاکت‌بار مرگ و میر در میان غیر نظامیان اظهار تأسف شده است. درگیری اسرائیل و حماس در نوار غزه روز پنجم است که ادامه دارد. پرتاب چند موشک و راکت‌های ضد تانکی از سوی لبنان به شمال اسرائیل نگرانی‌ها از وجود جبهه دوم را در این کشور به میان آورده است. موضوع را همکارم زرنگیزی نوروشو ادامه می‌دهد. روز سه‌شنبه از جنوب لبنان به اسرائیل 15 موشک و یک راکت ضد تانکی پرتاب شد. این هم نگرانی‌ها از خطر پیوستن گروه حزب الله را به جنگ بیشتر کرده است. این گروه لبنانی زیر حمایت ایران دانسته می‌شود. مقامات اسرائیل می‌گویند آماده‌اند در دو جبهه بجنگند، اما به ساکنان آسایشته هشدار دادند که منطقه را ترک کنند. بنا به آمارهای اخیر شمار کشته شده ها در اسرائیل به بیش از 1200 نفر رسید. در این میان صدها نفر مردم آسایشته و 14 شهروند آمریکا بودند. 130 نفر را همان حماس در اسارت نگه می دارد. در پاسخ اسرائیل چند روز باز نوار غزه را موشکباران می کند. مقامات این کشور گفتند دو مقام بلندپایه حماس را نابود کردند. تعداد کشته شده ها در پی موشکباران اسرائیل به غزه هم افزایش یافته است. بیش از 950 فلسطینی کشته شدند. 300,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. خیابان های غزه به خاک یکسان شدند. ما برای نجات جان خود از عبسان گریختیم. بالای سرمان با موشک ضربه می زدند. به ما گفتند که به خان یونس بیاییم. اگر در خانه های خود میماندیم میمردیم. به کوچه برایم کشته میشویم. ای برادر عزیزم، وی از یک جا به جای دیگر میگریخت. برادر خوبم، روحت شاد باد. وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش طوری قرار بود تلاش دارد نوار غزه را به محاصره کامل بگیرد و حماس را نابود کند. اسرائیل آب و برق در این منطقه را قطع کرد. مقامات تندرستی در غزه از بحران بشری هشدار می‌دهند. با گفته یاسی کوپرواسر، کارمند سابق نهاد اکتشافی اسرائیل، این کشور با دعوت 300,000 سرباز ذخیروی به حمله‌های زمینی آمادگی می‌گیرد. ما با این هدف نیروهای زیادی را سفربر کردیم و همه در حالت آمادگی قرار دارند. نوابسته از آن که چی روی می‌دهد یا کی، اما خیلی مهم است که همه بدانند آنها آماده‌اند. به باور وی در حمله حماس به اسرائیل ایران دست دارد. 1500 جنگجوی این گروه که روز شنبه به اسرائیل وارد شده بودند کشته شدند. مقامات اسرائیلی میگویند درگیری دست کم چند هفته ادامه خواهد کرد. همکارم زرنگیز نوروشو گزارش میداد. درگیری های اخیری میان گروه حماس و اسرائیل نه تنها امنیت خاورمیانه را به هم زده است، بلکه به کشورهای دیگری مسلمانشین از جمله تاجیکستان نیز تاثیر داشته میتواند. تحلیلگرانی که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد میگویند این جنگ میتواند باعث افزایش افراطگرایی اسلامی شود. تفصیلات در گزارشی برادیو صوفی و اسکندر فیروز. تحلیلگرانی که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد میگویند جنگ حماس و اسرائیل نه تنها امنیت خاور میانه را به هم زد، بلکه میلیون ها نفر را در سراسر جهان نگران کرده است. یکی از پیامدهای دیگری آن با نظرداشت همراهی مسلمانان جهان با فلسطینی ها میتواند افزایش افراطگرایی باشد. با گفته کارشناسان این حالت را میتوان در تاجیکستان نیز چشمدار بود.
باوری کامل دارم که بچه‌های تاجیک مثلا که با اینترنت با تلفن‌های هوشمند سر و کار دارن، آنها البته بسیار چیزها رو میدونن و میبینن و این چیز هم بی‌عدالتی نسبت به فلسطینی‌ها و کشتار آنها البته یک روش تندروی رو به میان میارد. این بسیار خوب نیست. پخش نوارهای حمله حماس به اسرائیل و به نمایش گذاشتن قربانیان این حمله نفرت اکثر جامعه غربی را در برابر این گروه ایجاد کرده است. خود جامعه جهانی در این مسئله به گروه‌های گوناگون تقسیم شده است و حتی خود همون جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی هم موقع‌های گوناگون دارد. هست کشورهایی که صراحتاً جانبدار حماس هستند و جانبدار آن هستند که به اسرائیل با راه زوری گفتگو کرده شود. هست کشورهایی که واقعا محکوم میکنند جنگ و جنجال را و این کشتارها را، چی از جانب حماس و چی از جانب اسرائیل. تحلیلگران تاجیک موضع‌گیری رسمی تاجیکستان را در برابر درگیری‌های میان اسرائیل و فلسطین که به راه صلح و سازش دعوت کرده است درست می‌یابند. به قول آنها در این درگیری‌ها هر دو جانب در قتل و کشتار دست دارند. آن چیزی که مثلا حماس کرد، گروگان گرفت، چند نفر رو پراند، اینم یعنی که او قانون جنگ رو ویران کرد. از طرف دیگر اسرائیلی های هم حالا بمبار میکنن، غزه رو بمبار میکنن و خانه ویران میکنن و اینم افراطگری رو زیاد میکنند. یعنی که گفتن ممکن که در هر دو طرف هم اسرائیلی هم فلسطینی نو تندرو شدند. درگیری‌ها در خاور میانه صبح 7 اکتبر آغاز شدند. همکنون ارتش اسرائیل 4 روز است که در پاسخ به حمله‌های حماس غزه را بمباران می‌کند. محاصره و قطع آب و برق از سوی دیگر زیاده از 2 میلیون ساکن غزه را در شرایط بد گذاشته است. در این شرایط دعوت‌ها به آتش بس بیشتر صدا می‌دهند، ولی کارشناسان نیزهای نو را در روزمدت تخمین می‌زنند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت مدافع تاجیکستان اعلام کرد که در 10 روزه اولی دعوت تیرماهی به صف قوه‌های مسلح نقشه در سراسر کشور بیش از 55% اجرا شده است. مقامات از جلب اختیاری جوانان به خدمت خبر می‌دهند، ولی در بعضی منطقه‌ها از فشار به ما شکایت‌ها می‌رسد. همکارمان فرزان محمدی با دلربا صمد و رهبر سازمان جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی در همین باره گفتگو کرد و پرچه را از آن همراه می‌بینیم. در شهرهای کلان جوانان علاقه گرفتاری سربازشکاری، والدین گرفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجیدی شده ایستادند و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تأخیر گذاشتن دعوت را دارند به کمیسیت‌های حربی دعوت کرده ایستادند. سالانه در این مسئله با این مسئله چقدر مراجعه میشد و دینامیک همین چگونه است؟ فرض کنیم سال تا سال مراجعات ها کمتر میشوند یا برعکس؟ ما قریب نکم از 1000 مراجعات در یک سال میگیریم. کارشناسان ما به طور تلفنی، آنلاینی یا که به آفیس‌های ما تشریف میارند. اکثریت وقت شهروندان اوید به همین دو شیوهی که ما مبارزه میبینیم، ابلاغ و دیدکشین ما اهمیت مخصوص میدیم، لیکن قانون ویرانکنی در رفت دعوت خیلی زیاد است، چون که قانون ویرانکنی یا قاعده ویرانکنی این یعنی جنایت از طرف کارمندان مقامات‌های دولتی میباشد. این جنایت است. وقتی که ابلاغ میشه این جنایت است. وقتی که مثلا والدین گرفته به کمیسیت حرب میبرد این جنایت است. مراجعات ها سال از سال زیاد شده دادن، لیکن من گفته نمیتوانم که نسبت های غیر آیین‌آمیز زیاد شده دادن. من فکر میکنم که باوری جامعه، باوری شهروندان نسبت به مقامات های سودی، عدالت سودی، پروکوراتوری حربی و قوادار آید به حقوق انسان زیاد شده دادن و سطح دانش حقوقی زیاد شده دادن هم مراجعات میکرده شد. از بین این چقدر مراجعات های هستند که همین سربازان به بیماری یا حالتهای فوت دچار شدن یا شاید بیماری چنان وزین است که به آن مثلا مبلغ زیاد لازم میشد. خود تشکیلات شما سالانه چند سابق سربازان یا همین دعوت شوندگی در این
جریان به بیماری ها یا حالت های ناگوار گرفتار شدن و معالجه قرار گرفتن. حاضر به ما سازمان ملل متحد کمک میکنند و همه ساله ما 35 نفر سربازانی که قربانی دیدشی نه که قربانی با سالاری شدن برای تبابت آنها، برای تبابت مثلا اگر فوتیده باشن والدینشون سلامتی روحان ویران شده باشن، مثلا اگر برای تبابت و دستگیری والدین سربازی فوتیده مبلغ بزرگ جدا کرده با آنها کمک میرسند. بینندگان عزیز، مصاحبه کامل با دلربا صمد و به همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب نشر می شود. من برنامه را ادامه میدهم. 11 اکتبر در جهان همچون روزی بین‌المللی دختران یاد می شود. در جامعه سنتی تاجیکستان تا هنوز اکثریت دختر را مول مردم می دانند و برتری را به پسران می دهند چون سرابان خانواده و نیروی اساسی کاری به حساب می رود. در حالی که به گفته جامعه شناسان یک گرو مهم پیشرفت دختران دانش آموزی و کار است که در نهایت برای رشد جامعه هم مساعدت می کند. همکارم نگاره فضلیدین با دختری صحبت کرد که مستقلانه روی خودش را در زندگی پیش می برد. در دنیای پویای طراحی آموزشی یک دختری جوان در تاجیکستان پیشتاز است. صوفیا مولابویوای 21 ساله نخستین طراحی آموزشی کشور که انقلاب در این زمینه ایجاد کرده است. سمت کاری تازه برای کشور از کورس‌های زبان‌آموزی و طراحی تا SMM و ده‌ها فن‌های دیگر. همچون طراحی آموزشی، این جوان دختر همچنین تهیه متدولوژی، نقشه و مندرجه کورس‌های آنلاینی را آماده می‌سازد. تا حال من کارگردان 12 کورس آنلاینی مکمل هستم. من با کارشناسان و معلمانی که می‌خواهند درس‌هایشان را آنلاینی کنند وامی‌خورم. با آنها کمک می‌کنم که نقشه ترتیب دهیم. درس‌ها را به بخش‌ها تقسیم می‌کنیم. هر یک بخش یک درس می‌شود. همچنین من برای خوانندگان بازی‌های جالبی را تهیه می‌کنم که روند درس دلگیر کننده نشود. در حالی که جهان 11 اکتبر را به عنوان روز دختر جشن می‌گیرد، صوفیا روح جوان دختران را در همه جا تبسم می‌بخشد. ولی نه همه دختران در جهان مثل صوفیا به ویژه تاجیکستان امکان کار و تحصیل دارند. طبق آمار بانک جهانی 49% زن‌های تاجیک از 15 تا 24 ساله امکان تحصیل و کار را ندارند. زلیخا عثمانова جامعه شناسی تاجیک یک سبب کم فرا گرفتن دختران تاجیک را به تحصیل و کار با برابر تربیت نیافتن دختران و پسران در عائله می‌بیند. خدمتگار را در دخترها چی نکنیم، تربیت نکنیم. دخترها و پسرها باید یک خیل تربیت شود و به وایه رسانیده شود. باید یعنی چقدر که ما به پسر صرف میکنیم، مثلا پول و ذخیره رو باید به دختر همچنین باید صرف کنیم. صوفیا حالا در یکی از دانشگاه‌های دوشنبه تحصیل میکند. وی از باختر به دوشنبه اومد. از سن 19 سالگی زندگی مستقلانه را پیشه کرد. صوفیا به همسالان خود و کل دختران تاجیک یک پیام دارد. به تمام دخترانی که خواهش تحصیل را دارند همین را گفتنیم که مبارز باشید. آرزوهایتان را از دست ندهید. صاحب نان دهان خود باشید. دل والدین را یابید تا شما را دستگیری کنند. قربانی قالب‌های سنتی نشوید. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان نشر امروزه برنامه اخبار آزادی. از هر یک شما برای همراهی می‌نداریم. خبر و گزارش‌های بیشتر از این را می‌توانید در وبسایت و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیک پیدا و تماشا کنید. فردا شما را در همین وقت منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت و نگهدارید.